هست. ولی AW چیکار میکنه؟ برای هر سمستر اونمو کسایی که مثلا از فرض کنین از ماه جنوری تا ماه می یک تعداد از شاگردا ثبت نام میکنه و AW اونمو تعداد از شاگردایی که ثبت نام کرده مثلا 200 نفر یا 1000 نفر اونا را اینترویوشون میگیره، شارت لیست میکنه، اینترویوشون میگیره و اونا را برای یک تعداد از اونا را بر سمستر اسپرینگ قبول میکنه. و ما در اینجا 3 سمستر داریم، سمستر اسپرینگ داریم، سمر داریم و فال داریم. و بعدش بر سمستر سمر کسته باز دوباره آنمو کسایی که در بعد از ماه می مثلا ثبت نام کرده، مثلا از ماه می تا فرض کنین تا جولای، اینایی که ثبت نام کرده باز اینمی تعداد از شاگردا رو میگیرن، شارت لیست میکنن، اینترویوشون رو میگیره و بر سمر سمستر اونا رو یعنی کوشش میکنه به دانشگاه برسونه. و همچنین بر سمستر فال هم همین پروسه ادامه داره. یعنی هر وقت ثبت نام کردین فقط نزدیک که سمسترهای یک سمستر آخرای سمستر که وقت میشه بر سمستر بعدی اونا باز دوباره شورت لیست کردن را شروع میکنن. و دیگه چی نیاز دارین؟ یک عکس از خودتون باید داشته باشین و همچنین 12 گرید دیپلماتون باید باشه، یعنی دیپلمای ارشدنامه تاتون باید باشه، پاسپورت باید داشته باشین، یک دانه ایسی باید نوشته بکنین که این ایسی در مورد فیلدتان هسته، اون رشته را که میخواین بخونین و چرا میخواین اون رشته رو بخونین باید ایسی رو نوشته بکنین. و دیگه کرونا ویروس وکسینیشن کارت هسته که باید این رو داشته باشین و سنتون باید بین 17 تا 23 باشه. این هم از بخش ریکوایرمنت هاش بود. و پروسس آف دی اپلیکیشن چه رقمی است؟ پروسسش رقمی است که شما پرسونال دیتیلز رو وارد میکنین، فامیلی دیتیلز، اکادمیک دیتیلز، دیپلوما with more than 70% in math and English باید باشه، یعنی نمره انگلیسی و ریاضی تان از صنف 10 11 و 12 تان باید بالای 70% باشه. و دیگه همون دیپلمه و فوتو، پاسپورت، ایسه و غیره نیاز دارین. و همچنین باید چی باشه؟ باید خانم باشین، یعنی یک دختر باشین، چون که دانشگاه اساسی برای زنان هست. و ما یعنی من خودم شخصا در بخش ادمیشنش کار میکنم و شاگردا را اینترویوشن، یک قسمت از شاگردا را اینترویوشن میگیرم و بعضی اوقات میبینم مثلا در وقت شارت لیست کردن بعضی از آقایان هم ثبت نام کردن در پانتون. خب یعنی باید یعنی حتما چی باشین؟ یک خانم باشین. و میخوایم براتون یاد بدم که چه قسمی میتونین ثبت نام بکنین. شما فعلا اسکرین دارین؟ بله خانم محمدی، اسکرین شما را داریم. خب طریقه ثبت نام کردنش، وقتی گوگل خود رفتین به اینجا چی سرچ میکنین؟ Asian University for Women. ایره که سرچ کردین اینجا یک لینک براتون میآید و اولین لینک کلیک میکنین که در اونجا هوم پیج هست. وقتی بالای هوم پیجش رفتین در اینجا براتون یک کلام معلومات دیگه داده میشه، مثلا هویار در مورد خود پانتون هسته و در مورد تیم ادمیشن هسته، در مورد اکادمیک پروگرامز هسته، استودنت لایف هسته، مثلا در مورد رزیدنشال لایف و غیره. و همچنین در مورد کمپس کانسترکشنز هسته، یعنی کمپس جدید از AW قرار ساخته شود و دیگه ایمپکتش هسته و AW سپورت فاندیشن و این رقمی مثلا AW لایبرری میتونید در موردش معلومات بگیرین، در مورد آلمانش، در مورد کریر اپورتونیتیزش و غیره. یعنی اگر خواستین ثبت نام بکنین حتما معلوماتتون رو تکمیل بکنین، کل معلومات رو بگیرین و بعدش اپلای بکنین. این خیلی خوب میشه. و خواستین اپلای بکنین اینجا یک آپشن داره به نام اپلای، این کلیک میکنین روش و اینجا براتون 3 بخش میاد. اگر میخواین در بخش ماسترز این ایژوکیشن ثبت نام بکنین این کلیک میکنین. اگر خواستین در بخش ماستری این اپارل اند ریتیل منیجمنت باشه در اون میخواین ثبت نام بکنین این کلیک میکنین اپلای آنلاین امس. ولی اگر خواستین برای اندرگریجویت یا بچلر ثبت نام بکنین چرا اپلای کلیک میکنین؟ اپلای آنلاین اندرگریجویت، این آپشن اولیه. و وقتی که کلیک کردین در اینجا براتون این صفحه باز میشه. اگر شما قبلا اکانتتون دارین فقط در اینجا اپلیکنت آیدی رو میزنین و در اینجا پاسورد رو میزنین و خلاصه وارد چی میشین؟ وارد خود اپلیکیشن تون میشین. ولی اگر اپلیکیشن ندارین، یعنی از اپلیکیشن تون جور نکردین و میخواین به تازگی ثبت نام بکنین، پس در اینجا میرین و این چی میکنین؟
این آپشن را کلیک میکنین نو اپلیکنت. نو اپلیکنت رجیستر کلیک below to new applicant button. این را کلیک کردیم در اینجا یک بخش براتون باز میشه، یک شبیه یک فرموله. در اینجا ایمیل تونه میزنین، نام تونه، first name, middle name, last name، پسورد میزنین و دوباره پسورد تونه کنفرم میکنین و کشور تونه انتخاب میکنین و شماره تماس تونه و بعدش هم سال را که میخواین در او اپلای بکنین خود اینجا ذکر شده و این را سبمیت میکنین. زمانی که این را سبمیت کردین در براتون یک ایمیل میاد شبیه از ایمیل. خب من قبلا چون براتون میخواستم این نشان بدم و من قبل از قبل یک دانه اکاونت جور کردم و در اینجا یک دانه ایمیل شما اومده. خب ایت یک ایمیل براتون میاد. مثلا در اینجا براتون آیدی تانه میده. اینی آیدی تانه باز هیچ وقت گم نکنین. اینی آیدی براتون میده و همچنان پسورد تانه براتون میده که ای آیدی تانه میتونین از اینجا کپی بگیرین. خب من از اینجا کپی میگیرم و بعدش روی از لینک که براتون داده کلیک میکنین یا دوباره به مو قبلی میرینش فرق نمیکنه. وقتی اینجا کلیک کردین بازم همون صفحه براتون باز میشه. در اینجا او اپلیکن آیدی خود را چی میکنین؟ دوباره پست میکنین یا نوشته میکنین و پسورد من بود. وقتی که پسورد خود وارد کردین داخل چی میشین؟ داخل خود اپلیکیشن میشین. خود اپلیکیشن قسم یک ظاهری داره. باز در اینجا که هسته اپلود فوتو هسته، یعنی میتونین عکس تان اپلود بکنین و زمانی که عکس تان اپلود کردین در اینجا یک آپشن داره به نام click here to complete your application. وقتی این را کلیک کردین صفحه اصلی خود اپلیکیشن براتون باز میشه و در اینجا میتونین عکستان رو باز اپلود بکنین. personal information هستن میخواد. personal information هم نام خودتان، سن و سالتان، شماره تماستان، آدرستان و غیره چیز هسته و دیگه contact information هستن، شماره تماس، ایمیل و غیره. family information مثلا چند دانه فامیل دارین، خواهرتون چیکار میکنه، مادرتون چیکار میکنه، چند نفر در فامیلتون هسته و دیگه کیا درس میخونه کیا نمیخونه و غیره. sibling information دارین که در مورد خواهر برادرتون معلومات میدین و غیره و more information خود اینجا معلومات های اضافی و این بخش 3 هسته و 10th grade info یعنی معلومات های صنف 10 مکتبتان، همون شهادت نامه تان که هسته بخش صنف 10 شه در اینجا اپلود میکنین یا هم هر معلوماتی که ازتان خواسته در اونجا میتونین او را یعنی انسرت بکنین. دیگه 12th grade information هسته که در اینجا از معلوماتای مکتب معلوماتایی که بر روی شهادت نامه مکتب تا صنف 12 هسته اونا رو وارد میکنین و دیگه major courses هست که در اینجا major رو انتخاب میکنین و اون ایسایتان نوشته میکنین که چرا major را یا چرا می رشته رو میخواین شما بخوانید. و دیگه extracurricular activities هستن. من خیلی دستان تشویق میکنم، یعنی شما تشویق میکنم اگه خواستین اپلای بکنین حتما این پارت را خیلی زیادتر فوکس بکنین. وقتی رو گفتم AW مین فوکسش روی توانمندسازی زنان در بخش لیدرشپ هسته و کسایی که یعنی extra curricular activities مثل mentorship و fellowship و نمیخوام بعضی جاها work experience دارین یعنی تجربه کاری دارین، دیگه یکان جای ولنتری کار کردین، یعنی چیزا رو حتما در اینجا باید ذکر بکنین چون که فیصدی کامیاب شدن تا چی میکنه بالا میبره. خب همه اینی پارت ها رو انجام بدین و هر کدام پارت را که خواستین انجام بدین بالای اد اینفو کلیک میکنین و در اونجا میتونین نوشته کنین و وقتی که تمام شد اینجا کلیک here to submit your application هست دیگه تمام میشه و اپلیکیشن تان چی میکنین سابمیت میکنین و خلاص. بعد از اینکه اپلیکیشن تان رو سابمیت کردین این تمام معلومات در مورد خود اپلیکیشن بود. وقتی که سابمیت کردین بعدش اگر شارت لیست شدین براتون یک اینترویو میاد. چون خود من یک قسمت از اینترویو ها رو مسئولیت دارم پس اما سوالایی را که من معمولا خودم از دخترای خانم میپرسم و مطابق کنم از او سوالا مطابق جوابای اونا را شارت لیست میکنیم و قبول میکنیم. سوالایی است مثلا این که اولی که در مورد خودتان باید بگوین، در مورد فعالیتایتان باید بگوین، در مورد خانوادهتان باید بگوین، دیگه ای که چرا کدام رشته رو میخوانین و چرا او رشته رو میخوانین باید قبل از قبل در مورد رشته خود یک ذره معلومات داشته باشین و دیگه ای که چرا در AW اپلای میکنین، چطور در مورد AW شنیدین و چرا رقم AW میتونه شما را در برای رسیدن به هدفهایتان کمک بکنه و دیگه ای که چرا
یعنی چه چالنجز ها یا مشکلات را اگر تو به AW قبول شوی ممکن است که سر راه بیاید. و دیگه و همچنان همین چیزا هسته. و دیگه ای که شاید بعضی از کسایی که استان انترвیو میگیره بعضیشون یکان سوالای ریاضی هم از شما بکنن. دیگه وقتی که از انترвیو قبول شدین و دیگه چیه آفر لتر براتون میاد، که آفر لتر وقتی گرفتین آفر لتر رو امضا میکنین و دوباره به مو ادمیشن دوباره پس ایمیلش میکنین و بعد از او هلت ریپورت هست. از هلت ریپورت میخواد که شما باید شفاخانه برین و هلت ریپورت از اونا بگیرین و دوباره این باز ادمیشن بفرستین و بعدن براتون ویزا میده که همین کارهای ویزا و چیزا کلشون چه رقمی که ویزا بگیرین اینا کلا مربوط خود دانشگاه میشه و خود دانشگاه کل مصارفش را پرداخت میکنه. و آخرش هم پلیسمنت تست هست. پلیسمنت تست چه وقت میگیره؟ زمان که شما اینجا رسیدین، زمان که در خود دانشگاه رسیدین باز استان یک پلیسمنت تست میگیره، چون که قبلا هیچ امتحان استان نگرفته. در اینجا یک پلیسمنت تست میگیره، میبینه که در کدام یک از لیول های پریوجی که از لیول 1 تا لیول 6 هست شما در اونجا یعنی میتونین در کدام یک از لیول همین سطح انگلیسی و سطح ریاضی و دیگه سطحایتان یعنی مطابقت میکنه. مثلا اگه سطح ریاضی انگلیسی تان بالا باشه میتونین لیول 4 لیول مثلا لیول 4 لیول 3 این چیزا بشینین که میتونین زودتر این پریوجی رو خلاص بکنین. و دیگه ای که چرا ما قبل از ای که شما را شورت لیست بکنیم یا قبل از آوردن ما امتحان نداریم. البته قبلا امتحان بود و چرا فعلا نداریم؟ به خاطر که چون که قبلا امتحان میگرفتیم تو اتفاقات پیش می آمد که یک نفر دیگه می آمد به جای دیگه امتحان میداد. وقتی قبل از طالبا اینا چیکار میکردن؟ اینا یک جایی رو رزرو میکردن در یک از پانتونا یا خود تحصیلات عالی، باز اونجا کل اپلیکنت ها رو جمع میکرده و از اینا امتحان حضوری میگرفته. ولی فعلا نمیشه امتحان حضوری بگیره چون که امکانش نیست. اگر طالبا خبر شده پس بد میشه و دیگه امکان از هم نیست مثلا آنلاین بگیره، چون آنلاین یعنی امکان هر نوع چیتینگ هست و میتونه به جای یک نفر دیگه امتحان بده خیلی بازانی. با اون خاطر بیشترین فوکس روی انترویو هست. پس من براتون ریکامند میکنم اگر انترویو دارین حتما قبلش خیلی خود را آماده بکنین، تمام سوالات را که میشه گفتم اینا را کوشش بکنین جواباتش را جور بکنین با خود دیگه. تو خیلی آماده بیاین سر انترویو که خیلی مهم هسته و تمام اینمی سرنوشت از که قبول شوین یا نشوین کلا به انترویو بستگی داره. و خیلی چیز جالب هسته، یک انترویو را اگر قبول شوین ممکنه بعدش میتونین تا دانشگاه بیاین، بعد از یک دانشگاه خلاص کردین میتونین در یک از بهترین کشورها مثل کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی شاید فرستاده شوین یا شاید اونجا برین بر کار کردن، اونجا برین بر درس خواندن. یعنی ببینین یعنی زندگیتون میتونه خیلی تغییر بکنه از این به اون طرف شود. یعنی اگر این جدی نگیرین شاید یک فرصت خیلی خوب را از دست بدین. و دیگه و آخرین بحث ما این است که why AW؟ چرا AW؟ من میفهمم شاید بیشتری هایتان شنیده باشین که AW در بنگلادش موقعیت داره و بنگلادش یک کشور گرم هسته و مردمش هم تقریبا یکم بگویم غریب هسته و دیگه زیاد پاک نیسته. درسته، اینا همش درست است. خب اگر کشورشان یعنی خیلی پیشرفته تر از کشور ما نباشه پس رفته تر از کشور ما نیسته، ولی آب و هوای گرم داره و محیطش یکم خیلی زیاد پاک نیسته. و من براتون از میگم که اگر خواستین به AW ثبت نام بکنین و قبول شدین و آمدین هیچ وقت مقایسه‌ای نیاین. یعنی هیچ وقت نگوین که من به AW میرم یا به ایژن یونیورسیتی فور وومن میرم و این چرا مثل پانتونای اروپایی یا چرا مثل پانتونای آمریکایی نیست در حال که اینترنشناله. نه، هیچ وقت قسم مقایسه نکنین. وقتی که هم با همین آسانی برتون اسکالرشیپ میده پس توقع یک پانتون کامبریج را ازش نداشته باشین. با همون حدی که مثلا یعنی دانشگاهی هست که تمام سهولت ها را برتون مهیا میکنه، مثل وای فای، مثل همه چی، مثل اتاق، مثل ایسی، هوا گرم هسته، اینا همیشه برتون ایسی میده دیگه، غذا، این چیزا همه چی فراهم هسته و شما تنها چیزی که نیاز دارین یه که خودتان وادار کنین که خوب صحیح درس بخونین، از هر چیزی که برتون داده شده استفاده خوب بکنین تا خودتان ایجای برسانین. دیگه مسئولیت پانتون هم نیست که شما رو به زورکی ایجای برسانه.
خب چرا AW؟ Why AW؟ به خاطر که it offers scholarship each semester. یعنی scholarshipش خیلی آسان است برای گرفتن و هر سمستر اینا چی میکنه؟ scholarship آفر میکنه. یعنی خیلی زیاد هم هسته. فعلا تعداد بیشتر از 300 نفر در اینجا درس میخونن. در مدت 1 سال اخیر بیشتر از 300 نفر در اینجا آورده. و دیگه اینترنشنال یونیورسیتی هسته، یعنی فاوندرش که هسته کلا از کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی و چین و ژاپن این چیزا هسته. و دیگه خب اینترنشنال یعنی شاگرداش هم از 7 کشور هست. covers all expensive. AW تمام expenses های تان نمیده، یعنی تمام مصارف تان، مثل مصارف سفر، مثل health، مثل لیلیه و غیره این چیزا را کلش برتون میده، یعنی کاور میکنه. و دیگه خب تمام مصارف و همچنان یک جیب خرچی خیلی ناچیزه، تقریبا $40 است او را ماهانه برتون میده. و دیگه این چی است برای فیمیلز است. This university is for females، یعنی کلن دخترها هسته و خیلی راحت میتونین چه درس بخونین. و دیگه diverse faculties and students. چرا همه که گفتم شاگرداش از 7 کشور مختلف هسته و شما میتونین شاگردای متفاوت را، شاگردای مختلف از کشورهای مختلف و بک‌گراندهای مختلف ببینین و دوستای مختلف داشته باشین، امروی کلچر یعنی چی شوین، آشنا شوین و کلا خیلی خوبیای زیاد داره. و همچنین diverse faculties یعنی استاداش از کشورهای مختلف هست. استادا از ایتالیا هست، از فرانسه هست، ژاپن، ترکیه، آمریکایی، استادای آمریکایی، استرالیایی، ایرانی هم داریم، خود استادای بنگلادشی، استادای هندی، یعنی از کل کشورها اینا کوشش میکنن که استاد اینجا داشته باشن. و چیزی که خیلی مهم هست در مورد AW ای است که AW exchange programs بر شاگردای خود داره، یعنی میتونین برای 1 سمستر یا 2 سمستر در کشورهای مثل کشور ژاپن، مثل چین، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، آمریکا دیگه و هند میتونین در این 6 کشور شما اکسچنج پروگرام بگیرین. یعنی هر وقتی که یوجی شدین از طرف خود دانشگاه براتون اکسچنج پروگرام مهیا میشه و شما اگر لیاقتش داشته باشین و سیجیپیتون بالا باشه میتونین در این اکسچنج پروگرام ها شریک شوین، یعنی میتونین اینا رو بگیرین و برای 1 سمستر یا 2 سمستر به یک از کشورها برین. کمی سمستر که دقیقا خودم هستم تقریبا بیشتر از 20 نفر به اکسچنج پروگرام ژاپن یوتوکیو که اونجا یعنی شارتلیست شده، قرار است هفته بعدی برن. و دیگه ترانسفر کردیت داره، یعنی اگر خواستین کردیت تانه ترانسفر کنین، سال دوم هستین میخواین سال سوم تانه یک از دانشگاه های آمریکایی بخونین، میتونین اون کار هم بکنین. یعنی کردیت تان ای دانشگاه قابل اعتبار هست بیشتر از دانشگاه های آمریکایی، پس میتونین که اونا را چی کنین انتقال بدین. و دیگه چون درساش کلا به زبان انگلیسی هست و خیلی یک چیز خیلی خوب است، یعنی کریدنشیال هسته برتون که میتونین به کانتون آمریکایی بدل ترانسفر کردیت بکنین، اکسچنج بگیرین یا هم ماستری. و دیگه اینترنشیپ برتون هسته، یعنی کارآموزی برتون مهیا میکنه، مثلا کارآموزی در داخل خود بنگلادش و همچنین کارآموزی های از طرف شرکت های آمریکایی هسته آنلاین برتون مهیا میشه. آنلاین اینترنشنال کورسز هسته، مثل کورس های هاروارد بیزنس اسکول هسته، یعنی در هر میجور در هر رشته اینا کورس های آنلاین بین المللی را که مثلا اگر خودتون بخواین اونا رو بخونین باید پیسه پرداخت کنین، $100، $200 یا $400 باید پرداخت کنین. ولی در AW این کورس ها براتون یعنی به این پرسن و همچنان چی به صورت رایگان آفر میشه دیگه، مثل کورس های گوگل و غیره. و دیگه oriented on clubs, sports, leadership programs, workshops and etc. AW چیزی که خیلی مهم هست فعالیت های یعنی در پهلوی اکادمیک فعالیت های دیگه هست، مثل کلاب ها. اینجا تقریبا بیشتر از 50 کلاب فعال هست و هر کدوم از این کلاب ها هست از بالای لیدرشپ اون موضوع اعضای خود کار میکنه. و دیگه ما انواع اسپورتس رو در اینجا داریم که کلشان توسط خود شاگردا چی میشه، یعنی لید میشه یا گردانده میشه، مثل والیبال داریم، کاراته داریم، فوتبال داریم، رنینگ و غیره. دیگه لیدرشپ پروگرامز خیلی زیاد هست داخل خود دانشگاه، ورکشاپ، یعنی برنامه هاش خیلی متعدد هسته. یعنی اینجا اگر قبول شدین و آمدین هیچ روزی نیست که شما چیه بیکار کنین.
حتما هر روز یک برنامه هسته که در اونجا خواسته میشین و همچنین در اونجا میتونین که مثلا خودتان اشتراک بکنین و یا همچنان یکی از اعضایش باشین. و همچنین برنامه های دیگه خارجی مثلا برنامه های مثل امسال یکی از برنامه ها بود که در اونجا خود ملکه اسپانیا آمده بود در اینجا و این خیلی برنامه خوبه بود، یعنی میتونه شاگردان رای خود ملکه دیدار داشته باشه یا هم مثلا رئیس UN میایه یا هر چیز دیگه. این برنامه خیلی خوب است، یعنی کانفیدنشیالیتی خوب میده بر خود شاگردان و همچنین ما میتونیم خیلی چیزایی که از ما یاد بگیریم. و همچنین فایده های دیگهش که برای شاگردایی که رزیدنشیال هسته، یعنی خوابگاه زندگی میکنن، برای ازنا facilitated rooms هسته، یعنی اتاقای خوب دارن دیگه، اتاقای روشن خوب با الماری و آشپزخانه و همه چی داره و دیگه غذایش رایگان هسته و دیگه وای فای رایگان. و همچنین در داخل خود دانشگاه کامپیوتر لب داریم، 4 دانه کامپیوتر لب هست در داخل 2 دانه کمپاس، یعنی اگه کامپیوتر نداشته باشین میتونین از نو استفاده بکنین. دیگه لایبرری هست، 2 دانه لایبرری داریم و همچنین وای فای 24 ساعت رایگان، میتونین هر نوع سورس آنلاین که داشته باشین میتونین اونا را بخونین و فایده ببرین. خب این هم همه چیز در مورد AW بود. امید که چیز جای نمانده باشه و امید که سوالاتان هم حل شده باشه و تشکر بابت از اینکه دوستان با ما گوش دادین و امید که خسته نشده باشین. بسیار تشکر سارا جان از اینکه معلومات ارائه کردی راجع به AUW. خب من یک معذرت میخوایم از تمام دوستا که کامره ما روشن نیست به خاطر مشکل اینترنتی و همچنین مشکل تکنیکی است. دیگه وضعیت اینترنت در افغانستان نمی است، کار نمیکنه. بسیار میبخشین اما صدا دارم، خیر است. خب تشکر بازم. AUW واقعا دانشگاه خوبی هستم، مخصوصا بر دخترای افغان و من خودم شخصا این پیشنهاد میکنم برای دخترایی که فعلا اینجا هستن، همین 30 نفر کسا کلا دخترها هستن. این فرصت واقعا از دست ندین. اگه برای ما بودیم ما وقت اپلای میکردیم، پس این فرصت نباید از دست بدین. و این گفته خود خانم احمدی که امول ازش فکر نکنین، شاید مثلا 2 سال 3 سال بر شما سخت باشه اما آیندهش فکر کنین، بعد از میتون به دانشگاه آمریکایی و اروپایی درس بخونین. خب موفق باشین. میرسیم به بخش سوالات. خب دوستای عزیز، اول سوالات از چت باکس، 1-2 دانه از چت باکس میگیریم. خب سوال اول فرزانه احمدی گفتن که میبخشین سارا جان شماره واتساپ خود میشه که بفرستیم؟ شماره واتساپ خب درسته، مشکل نیست. میتونم به رازق بدم، درست، آقای اخلاقی بدم و بعدش میتونم بایدن شریک بدم. درست. تمام معلوماتایی که راجع به خود خانم احمدی میشه، مثل شبکات اجتماعیشان یا چیزایی که مربوط به دانشگاه میشه که نیاز هسته، اونا رو با ما شیر میکنیم، باز ما با شما به اشتراک میذاریم در کمیونیتی واتساپ. سوال دوم الینا نوری گفتن ببخشید کسانی که ایران هست مدت ویزای ایران ما تمام شده باشه چی؟ البته بر کسایی که در ایران هستن و مدت ویزایشان تمام شده باشه، بر از او قرار بود که یعنی اونا اگه ثبت نام بکنه و آفر لتر را بگیره، اونا را یعنی اولویت قرار میده که بیاره. تا جایی که من خودم خبر بودم در پروسه آوردنش اینا رو کوشش میکنه که اولتر بیاره و اگر مدت ویزای تمام شده باشه میتونین حداقل نمی‌فهم برچن ما میتونین رو دوباره تمدیدش بکنین، یعنی کوشش بکنین رو تمدید بکنین که باز همون پروسه آمدنتون که حداقل 1 ماه طول میکشه، یعنی بتونین دمونجا باشین و بعد از و ایره اگر با خود AW شریک کنین با خودت میشن که شما مثلا ویزای خود دوباره نمیتونین تمدید بکنین و دوباره نمیتونین افغانستان برگردین و در ایران هستین و اونا یعنی حتما کوشش میکنن و زودترین فرصت شما را به AW بیاره. درست. سوال بعدی از فرزانه احمدی منظور از AN چی است؟ من نفهمیدم منظور از این شاید UN باشه. UN پروگرامی که شما گفتین که در خود دانشگاه یک دفعه برگزار شده بود، UN گفتین. از طرف UN. خب برنامه ها خیلی زیاد هستن، مثلا یکیش خود آمدن خود ملکه اسپانیا در داخل دانشگاه بود. دیگه برنامه ها از طرف خود UN برگزار میشه، مثلا
خود رئیس یونایتد نیشن اونا میاین اینجا گپ میزنن و میبینن که چند نفر مثلا خیلی علاقمند چیزا هست برای بخش مثلا فراهم کردن کارآموزی برای زیادتر کمک میشه و کارآموزی های بیشتری برای خود UN برای دانشگاه میده که مثلا بر خود شاگردها فراهم کنه و غیره چیزا. دوست دیگه ما بانو شریفه رحیمی، دست شما بلند است میشه که سوالتان بپرسین اگه صدای ما دارین؟ شریفه رحیمی. بله من سوالتان دارم. خیلی تشکر از خانم سارا و میخواستم بپرسم که آیا مثلا ددلاین همی بورسیه چه وقت است و همچنین به خاطر از اینکه ادمیشن بگیریم فقط هم ریکامندیشن لیتر و ما به خاطر که در اول یعنی جاین نبودم یعنی یکم بدتر جان شدم، میشه که امو موضوعاتی که مد نظر بگیریم اگر در سلایت شما آماده کردین میشه در گروه شریک بسازین؟ بله حتما ما سلاید دارم رو به شریک میکنم و شما میتونین در اونجا گفتیم که برای ثبت نام کردنش ریکامندیشن نیاز نداریم، فقط چیزایی که نیاز دارین همون پاسپورت و کرونا ویروس وکسینیشن کارت و دیگه ایسی و پرسونال انفورمیشن و عکس و شهادت نامتان هستند. قبلا که گفتم چی؟ ببخشید نفهمیدم. ددلاین یعنی هم وقتی که ختم میشه ثبت نامش. ددلاینش هم براتون گفتم که اپلیکیشنش همیشه همه پاس اول اینمی چیه رنج سلکشنش فرق میکنه نظر به هر سمستر هسته. قبل از هر سمستر 2 یا 3 ماه قبل از نمازو سمستر شروع میکنن به انتخاب کردن، شارت لیست کردن، اینترویو گرفتن و برای سمستر بعدی یک تعداد از نفران مثلا 10 نفر یا 15 نفر انتخاب میکنن و اونا رو به پانتون میارن. زیاد تشکر. یعنی فعلا ما میتونیم اپلای کنیم؟ بله لینکش ما قبلا براتون گفتم که چه قسمی برین لینکش پیدا کنین و ثبت نام بکنین یعنی میتونین. درست. قسمی که من قبلا گفتم تمام معلوماتی که راجع به خود بانو احمدی است، راجع به دانشگاه است و لینک ثبت نام دیگه مثلا این سلایدی که نیاز است اینا رو ما کلا به می کمیونیتی واتساپ خود میذاریم. ما از منصور جان از همکار عزیز ما تقاضامند هستیم که لینک صفحات اجتماعی را مخصوصا واتساپ به می چت باکس بفرسته که کسایی که از دیگه جوین شدن که با واتساپ باشه که معلومات ما وقت شریک کنیم از دست نده. خب و دوستی دیگه ما مهدیه شریفی. بله سلام. امیدوارم حالتان باشه، خسته نباشین. دیگه میخواستم چندین سوال داشتم از شما ولی شاید اجازه نداشته باشیم چند تا تمام سوالات خودش رو بپرسم، ولی مهمترینش اینه که آیا قرار است برای سمستر خزانی شاگرد افغانی به بنگلادش بیاره یا نه؟ چون ما فقط منتظر ویزا هستیم ولی خیلی طول میکشه تا نمال هیچ خبری نیست. بله دقیقا برای سمستر خزانی یعنی شاگرد از افغانستان میارن، فعلا هم در حال اینترویو گرفتن هستن. خب یک چیزیه که اول آنمو تعداد شاگردان خب برای از سمستر خزانی فکر کنم بیشتر از 1500 نفر ثبت نام کردن که از او 1500 نفر اونا وقتی شارت میکنن 600 نفرشون قید میشه، اون 600 نفر دوباره از اونا اینترویو گرفته میشه و تقریبا همون چند نفر در حدود 50 نفر یا 40 نفر از اونا انتخاب میشه که بعد از او 40 نفر هم بازم دوباره خب پروسه و چیزا داره. خب اینا تا کل از این پروسس ها تمام نشوه یعنی نمیتونن ویزا بگیرن. یعنی این قسمیه که فعلا کشیدن دخترها از افغانستان و هم بدون محرم خیلی مشکله و اینا هر کار میکنن به خاطر کشیدن. حتی رای پاکستان فعلا بند هسته و اینا اگه حتی در ایران هم میبره چون که محرم نداشته باشن باز محرمشون هم امرایشون میبره تا ایران، کل مصارف محرمشون هم میدن که اونا را تا ایران برسانه، باز بعد از اون محرم ها دوباره پس میرن افغانستان و خود شاگردا دوباره تا اینجا خدا میرسانه. پس یعنی اینی کارا کلا وقتگیر است. یعنی این چه رقمی از خود حالا امی خود میدانوی یک نفر را پیدا کنه که واسطه شد پول بده دم خود نفرات تا بتونه دخترها را تیر کنه، یه چیزا خیلی وقت گیره. خب خلاصه این که برای سمستر خزانی حتما شاگرد میارن ولی که خودت فقط منتظر ویزا هستی و چقدر طول میکشه. البته یک بار اگر کارای ویزیت
را بیفته خیلی زیاد طول نمیکشه. یعنی در تشکر بسیار زیاد میگن بخاطر از که میگه ظرفیت نمونده اولویت برای شاگردای فلسطینی داده شده. آیا راست است یا نه؟ و از طرف ما از بخش شاگردای کار هستیم به خاطر که آپرلیتر و مثلا گپ هایی که پیش چیزایی که گفتیم به خاطر ثبت نام تمامش انجام دادیم. یعنی بیشتر کسا زودتر رفتن به خاطر که در بخش کاج که باشن همون دخترها رو میگه زود میبره. بازنال فقط چند جمعی مانده. اینو به نظرتون تا همین خزان خواهد شد یا نه یا شاید یک سال طول بکشه چه قسم؟ اویش دقیق خبر ندارم. من تا جایی که خبر دارم خب من فقط در بخش اینترویو هستم ولی در بخش سلکشن و ویزا پروسس چیزا نیستم. هر کی یک مسئولیت داره از خود و در این بخش خب در سمستر بهاری تابستانی ببخشید در سمستر تابستانی فقط 15 نفر از افغانا میاره و دیگه اولویت خب به شاگردای فلسطینی داشته. شاگردای فلسطینی و غزه که تقریبا 150 نفر شاگردای غزه رو میاره و دیگه 15 نفر از افغانا. بسیار تشکر. خب دوستان شما نگران سوالاتتان نباشین. فکر کنم سوالم زیاد باشه. برای ما مدت برنامه مهم نیست. برای ما چیزی که مهم است همین کیفیت برنامه است که تمام سوالایی که شما دارین جواب داده شه. مهم نیست که 1 ساعت میره یا 2 ساعت میره. خب سوال دیگه از حنیفه یوسفی گفتن بعد از اینترویو چقدر وقت میگیره که آفر لیتر بگیریم؟ خب این فرق میکنه. بعضیا که هست بعضی اوقات مثلا تعداد خیلی زیاد هست بر اینترویو گرفتن تا مثلا تعداد 200 نفر اینترویوش گرفته نشوه و این فهمیده نشوه که این از بین 200 نفر چندانش قرار است انتخاب شوه به شما آفر لیتر نمیه. این کلا برمیگرده به کارهای خود دانشگاه که چقدر وقت طول میکشه اینترویو گرفتن، اونا را انتخاب کردن و چیزا. این چیزی که مقایسه است. مثلا از 200 نفر چند نفرش بهترینه. خب اینا معمولا بهترین ها را دیگه کوشش میکنن که بیارن. دوستی دیگه ما سهیلا کریمی اول پیش از اینکه به دانشگاه را پیدا میکردن امتحان میگرفتن، حال و امتحان گرفتن نمیشه؟ نه مثل قبلا هم براتون گفتم فعلا و امتحان گرفتن نمیشه. چرا؟ به خاطر که گفتم قبل از طالبا اینا یک جای را جور میکردن. یک جایی بود مثلا در خود تحصیلات عالی یا هر جای دیگه که در اونجا از امتحان از کلی که امتحان حضوری میگرفت ولی اوایل امتحان میگرفت ولی قسمی بود که یک نفر به جای نفر دیگه میرفت امتحان میداد و این پروسه را خیلی کاملا یعنی شفافیت پروسه را زیر سوال میبرد. بس به این خاطر اینا کلا امتحان را حذف کردن ولی روی اینترویو فوکسشون خیلی بیشتر شده. آها خیلی خوب. بانو معصومه پناهی در قسمت انگیزه نامه کدام محدودیت هست؟ انگیزه نامه خیلی محدودیت خاصی نیست. فقط در مورد خود رشته‌ای که میخوانین دیگه انگیزه نامه نیاز نیست. فقط همون رشته‌ای را که میخوانین باید یکم معلومات مورد از بدین و چرا رشته رو میخوانین و چی به دردتون میخوره و دیگه ای که میخواین بعد از اینکه فارغ شدین به کجا کار بکنین و پلانتون برای آیندهتون چیست با خواندن رشته میتونین به کجاها برسین و غیره. همین چیزا رو باید کاور بکنین. ایسایتون. بانو سهیلا دانشیار سوال داشتن بفرمایید. سلام وقتی همه بخیر. من زیاد سوال نداشتم به خاطر که سارا جان بسیار واضح در مورد پایانتون معلومات دادن. ما شهادت نامه ما تا هنوز نگرفتیم. میشه که نمره 30 سالم ثبت نام بکنم؟ دقیقاً میتونین با نمرات 3 ساله خود ثبت نام بکنید. دیگه مشکل نداره. درست است. تشکر به خاطر این سیژن واقعا مفید بود. شکر به خاطر جویدنتان و تشریفایتان. امید که براتون مفید تمام شده باشه. تشکر. بانو فرزانه احمدی اگه اشتباه نکنم. بله فرزانه احمدی. بله در اول یک تشکر خاصی از ما کسانی که این میتینگ را برقرار کردین و از سارا جان که در این میتینگ آمدن و بر ما معلومات کافی شیر کردن. خب من در قسمت شهادت نامه چون که فعلا خودم افغانستان هستیم و خاطر بنشتن ها دوباره پس نرفتیم در من فعلا در ملیسی جلال الدین همین 2 سالی که تا
طالبا آمده بودن صنف 9 بودیم، سال آیندهش صنف 10 و 11 رو خواندیم، این سال صنف 12 هستیم. به خاطر راه‌ها که خراب بود نرفتیم. با شهادتنامه من پاکستانی است، اگر بخوام که اپلای بکنم باز یعنی که مرا به عنوان یک افغانستانی میگیرن یعنی به عنوان پاکستانی میگیرن. شهادتنامه‌تون فرق نمیکنه از هر مکتب یا از هر کشور باشه. مهم است که پاسپورت و تذکرت از کدام کشور است. پاسپورت دیگر افغانی باشه خب اصلا به حیث یک فرد افغان میگیره. سه سال فقط من این قسمت نگران بودم که پاسپورت تذکره افغانستانی هستن، باز شهادتنامه اونجا کشور پاکستان هستن، به این خاطر کدام مشکل ساز میشه یعنی؟ نه اصلا مشکل نیست، دو قسمتش مشکل نیست. تشکر. از دوست دیگه ما فاطمه ابراهیمی. سلام خانم سارا جان، من چند تا سوال داشتم در مورد از اینکه کسایی که مثلا چندین بار اپلیکیشن پر اپلای کردن ولی هیچ ایمیل دریافت نکردن، نه از اینترویو نه مثلا از مراحل بعدیشی. مشکلش اپلیکیشن بوده یا نه یا پروسسش؟ خب بعض اوقات قسم است که من یک از ضعف‌های کانتون رو براتون بگویم. قسمت ضعف ادمیشنش که هست، تعداد خیلی زیاد ثبت نام میکنن. تقریبا در هر دفعه که اپلیکیشنش مثلا چه قسمی بگویم برای شورت لیست کردن که برای بودی مهرشن میشه، تقریبا بیشتر از 1500 یا 1000 نفر هستن و اینا وقتی که شورت لیست میکنن و دیگه اینترویو چیزا میگیرن یا اپلیکیشن ها چک میکنن و لیست ضرورت وارد میکنن، بعضی اوقات بعضی کسا مثلا جا به جا میشه یا از پیششون میمونه یا هر چیز دیگه ای. یعنی یه قسمی نیست مثلا بعضی از دانشگاه ها فقط 3 نفر اونا انتخاب میکنن، درسته؟ پس اون کار 3 نفر خیلی آسان هسته، میفهمن دقیقا خب اینی 3 نفر هسته و باید اینی تای مراحل شود. ولی اینجا قسمی نیست، نفر خیلی زیاد ثبت نام میکنن، اینا هم خیلی زیاد شورت لیست میکنن. باز وقت شورت لیست یا جواب باز بعد از اون اینترویو از اونها یکم جنجالکای چیزا پیش میاد، باز به خاطر بعضی از لیست میمونه، بعضی ها فراموش میشه. خب همچین چیزایی هست. به نظر من یک سال بفرمایید. یک سال دیگه که شما در مورد از هم صحبت کرده بودین، صنف کسی که صنف 10 11 رو خونده باشن برای صنف 12 هم اپلای میکنن، یو سی بود یا یو اس بود یادم نمونده. در مورد همین یکم معلومات بدین. جی اس خب اونا کسایی هستن که 10 و 11 خود خوانده باشه و فقط صنف 12 شون مونده باشه، باز جی اس رد اونا میتونن ثبت نام بکنن و همون شبیه مدرک شهادتنامه صنف 12 واره از خود کانتور میگیره. باز بعد از اون میتونه که همون بشلر خودش رو بکنه. و اپلیکیشن جی اس هم ببخشین یادم رفت که براتون بگم، اپلیکیشن جی اس هم همون جایی که میرین برای بشلر ثبت نام میکنین، در همون ثبت نام کل پروسسش یک قسم است. فقط شما مدارک صنف 12 خود را در اونجا درج نمیکنین و میگیم که ما صنف 12 را نخوندم و میخوایم جی اس بخونم. پس در مورد اپلیکیشنه دقیقا کل پروسسش یک قسم است. فقط دیگران مثلا که دیپلم دارن یا دیپلم یا شهادتنامه دارن اونا میتونن صنف 10 یا 12 درج بکنن و کسایی که صنف 12 را ندارن اونا فقط میتونن از 10 و 11 را درج بکنن و در اونجا بگویا که من میخوایم جی اس بخونم چون که 12 را ندارم. تشکر. یک نکته مهمی که من اجازه ذکر کنم، به نظر من از یک طرف ما باید دانشگاه را درک کنیم، به خاطری که اونا در سال تقریبا 3 یا 4 دفعه می اپلیکیشن رو باز میکنه، مثل دیگه مثلا دانشگاه نیست که یک دفعه باز میکنه و ای هم که در سال 2 بار یا 3 بار اگه باز میشه حدود 2000 نفر 1500 نفر اپلای میکنه و این واقعا منیجش خیلی سخت است. چند مرحله رو با اونا مثلا گپ میزنه که مرحله اینترویو پروسه و خیلی جنجال داره. به نظر ما باید درک کنیم تا جایی را. خیلی جنجال داره. من گفتم خودم در بخش اینترویوش هستم، البته شاید چون درسای مزده فقط هفته 2 بار اینترویو میگیرم از دخترها و هفته 2 بار هم هر دفعهش تقریبا بیشتر از 25 نفر هستن و واقعا از اون 25 نفر یعنی کلا شاید 15 نفرش
همیشه 15 نفرش کسایی است واقعا لیاقتش داره، خلاص دیگه. هم از لحاظ انگلیسی، هم از لحاظ ریاضی و هم از هر لحاظ دیگه واقعا لایقش است. ولی در اینجا این کار خیلی سخت میکنه که اونا رو انتخاب کنی. نمیتونی از هر اینترویو تو 15 نفر انتخاب بکنی، در کل خیلی تعدادش زیاد میشه. پس به این خاطر باز دوباره اونا باز پور اپلیکیشن رو چک بکنن تا باز دوباره بیان یک مقایسه ای بکنن و دیگه خیلی وقت گیره. واقعا به نظر من وقت گیر سخته. بله. خب یک دو تا سوال از چت باکس هم بخونیم. دوست ما خانم ایوبی گفتن سلام، آیا کسی سنشان کمتر از 17 باشد و همچنان تا صنف 10 خوانده باشد میتواند اپلای کند؟ کمتر از 17 باشه چون تصنیف 10 نه فکر نکنیم، چون ما فقط یک جیس داریم و دیگر ما اندر گریجویت داریم. اونایی که پایین تر از 17 هسته و دیگه تصنیف 10 خوانده باشه نمیتونن. اما رنج محدودیت سنی هم گذاشته بودن که بین 17 تا 23 بود. تا 23 بله. دوست دیگه ما شایسته حقجو، سلام شب همه بخیر، درباره برنامه جنرال استادیز بیشتر معلومات بدهید که آیا از افغانستان هم پذیرش دارن یا خیر؟ جنرال استادیز خب MGS از افغانستان هم پذیرش داره. فعلا تقریبا بگویم شاید یک 7-8 نفر در خود GS از خود افغانای ما شاگرد هستن میخوانن. بانو زهرا حسنی اما گفتم صرف به 12 ولی بیشتر روی انگلیسی، روی لیدرشپ، روی دیگه اسکیل ها، روی ریاضی این چیزا کار میشه. دوست دیگه ما بانو زهرا حسنی گفتن میبخشین این بورسیه فقط برای کسایی هستن که فارغ 12 هستن؟ خب گفتم که بر کسایی که صنف 12 شون مونده، بر کسایی که فارغ 12 هستن و بر کسایی که مستقیم میخوانن. خب دوست دیگه ما گفتم میشه لینک ها رو در واتساپ بذارین؟ بله ما تمام لینک ها رو در واتساپ میذاریم. خورشید ابراهیمی سلام، من اینترویو را چند روز قبل پاس کردم، میشه بگوین کدام موارد خیلی مهم است در انتخاب شدن در اینترویو؟ خب قبلا هم در خود میتینگ براتون گفتم که چیزای خیلی مهم هست. یک که شما انگلیسی دان چقدر یعنی فلوئنت گپ میزنین و دیگه چقدر با اعتماد به نفس و کانفیدنت هستین و دیگه کوشش کنن که یک جای را انتخاب کنن آرام باشه و دیگه اینترنت هم یکم خوبتر باشه. بخاطر ما بیشتر اوقات وقتی که نفر داخل مثلا در خود میتینگ اجازه میدیم که اونا وارد شوند، بعضی اوقات خود از اون نفر مصروف یک کار دیگه هسته و دیگه چون که 25 نفر در همزمان باشن ایمیل میره که اونا در ویتینگ روم باشه، پس امو مدت زمان امو 1 ساعت یا 2 ساعت که هسته اونمو رو تو منظم منتظر بشینین، چون که بعضی ها کامره رو اینجا میمانه و خودشان میرن نمیخوام بیرون و برو 2 دفعه که جوین بزنی باز دیگه وقت نباشه خب مجبوری که ریموف بکنی. خب اینمی یک اشتباه باعث میشه که مسیر زندگیش کلا تغییر کنه. یا مثلا یک نفر دیگه هسته که او را انمیوت میکنه یا اما صدا را کلا پایین میکنه و خودش اونجا میشنه، خودش مصروف گوشیش هسته و تو هر چقدر رو میگی که خب حالا گپ بزن یا میشنوی یا خیر واسه نمی. خب این چیزا این سهلنگاری باعث میشه که واقعا از او اینترویو حذف شوین و دیگه هیچ وقت اپلیکیشن تان بررسی نشه. همینجا من چند نکته مهم بگم راجع به می اینترویو. به نظر من که اینترویو دیگه کلا یک رقمه، دیگه اینترویو دیگه آنلاین گرفتم شده دیگه کلا یک رقمه. یک چیزی که مهم است که اول که اپلیکیشن پر میشه دیگه، یعنی اپلیکیشن تو باید دقیق بخونی که در اینترویو ما اپلیکیشن پرسان میکنه از داخلش. دوم مشکل تکنیکی سایل کنی نداشته باشین نمی اینترنت، چون من خودم تجربه کردم و بسیار شکست کلان خوردم، یعنی فکر کنید در مرحله آخر بودم توسط تکنیکال ایشو رد شدیم. و دیگه که مشکل بعدی هم این است که معلومات کافی باید داشته باشین، یعنی جنرال اینفورمیشن باید داشته باشین. شاید اون از شما بپرسه که راجع به مثلا همین جنگ غزه و اسرائیل بگین، اگر معلومات داشته باشین دیگه خرابی میشه گفته بعضی. خب دوست دیگه ما فرشته همدرد. بله سلام خدمت همه دوستان، مخصوصا بانو سارا احمدی. من یکم اینترنت ضعیف است، صدای نمیشنوین؟ بله
خب بانو احمدی اینجا در بخش ریکوایرمنت گفته که نمرات صنف 10 را میخواد درست و صنف 12. خب صنف 12 خو یک دیپلم داره نه بر خودش و او مهر وزارت خارجه و مهر مکتبی را هم خورده. با صنف 10 خو اما تو یک گفتش یک سند باز او مهر وزارت خارجه را نخورده، یعنی او اعتبار خب مثل دیپلم صنف 12 اعتبار نداره درست؟ باز همون رو ما اپلود بله همون رو میتونید اپلود بکنین. یک چیز دیگه که هسته فعلا همون مهر وزارت خارجه و دیگه این که شهادت نامه تان مثلا فقط نمرات 3 ساله هست یا شهادت نامه، این خیلی زیاد مدار اعتبار برای پانتون نسته، یعنی خیلی بر پانتون خیلی مهم نیسته که مثلا مهر وزارت خارجه خورده باشه یا نخورده باشه، نمرات 3 ساله باشه یا دیپلم باشه. وقتی پانتون میفهمه که وضعیت فعلی افغانستان قسم نیسته که مثلا یک دختر برو بگه من مثلا مهر وزارت خارجه رو میزنم چرا بخاطر که بورسیه میگیرم، چون به خطر میفته خودش. حالا به خطر شاید بیفته نیفته ولی پانتون این چیزا رو در نظر میگیره و به این خاطر در این بخش خیلی سختگیری نمیکنه. براتون گفتم چیزی که خیلی مهم هسته اینترویو هسته و همو اپلیکیشن تانه چرا کنکور میکنین و همو ریکوایرمنت هایی که براتون گفتم اونا رو داشته باشین، مثلا پاسپورت و کارت کرونا و اینی چیزا رو. آها باز در حساب پاسپورت کسایی که مثلا پاسپورت نداره ولی تذکره برقی داشته باشیم در زمان اپلیکیشن اگر با تذکره او را اپلود کنیم باز کدام مشکل میشه؟ یعنی خب پاسپورت زمان ویزا گرفتن اگر آماده کنیم چی؟ این کدام مشکل نداره. البته ما یک چند روز پیش با خود رئیس دانشگاه یک میتینگ داشتیم، بازو گفت که ما کوشش میکنیم که از این به بعد مشکل پاسپورت زیاد دخترها بر نخورن، حتی کسایی که پاسپورت نداره اونا یک کار بکنن که اول اپلای بکنن و وقتی که آفر لتر به رسم داده شد اونا توسط آفر لتر برن و به خود ریاست پاسپورت پیشنهاد بدن، چون ما یک آفر لتر داریم میخوایم که پاسپورت به زودی بگیرن و این یک راهی شد که اونا هم پاسپورت خود بگیرن و بعدا بتونن بیاین. این خیلی مشکل کلان نیست تکلم. شاید روسیه بودن کنه که مطابق بکنه ولی اگر قبول شدین به مشکل ایجاد نمیکنه. خب خب چک از دوست دیگه ما میشه یک سوال دیگه لطفاً؟ حتما بفرمایید. خب همین پاسپورت نداشتن و دیگه بدون از او مثلا اگر در کشور پاکستان باشی و یا کلی دوره مکتب در پاکستان خوانده باشین درست به جز افغانستان باز او در اولویت بندی تاثیر میگذاره؟ یعنی مثلا کسایی که از افغانستان شاید اولویت اول داشته باشن درست؟ او قسمی که هست کسایی که خود افغانی هست و خود افغانستان هستن اولویت اول هستن، کسایی که افغانی هست در کشور دوم هست اولویت دوم میشن. آها خب تشکر. بانو فاطمه ابراهیمی بانو فاطمه ابراهیمی گفتن من شنیدم که دوره لیسهش به صورت آنلاین تدریس میشه. هم میتونه به صورت آنلاین که البته یک بار شروع کرده بودم به صورت آنلاین ولی خب افغانستان نشد، یعنی واقعا اینترنت نیست، شاگردا کامپیوتر ندارن، اینترنت ندارن، به خاطر صنفا رو به صورت درست جوین شده نمیتونن و فعلا به صورت آفلاین. بانو خورشید ابراهیمی بانو خورشید اگه صدای من دارین میشه که شما سوالتان رو بپرسید. خب شایسته حقجو گفتن که در کدام قسمت اپلیکیشن فرم باید ذکر کنیم که ما میخوایم به جی اس درس بخوانیم. اما قسمتی که میرن اما برای بچلر میخواین ثبت نام بکنین در ما قسمت شما فقط چیه نمرات صنف 10 و 11 اپلود میکنین، از 12 اپلود نمیکنین و اونجا بخش کامنت هم داره که نوشته است مثلا any other things، پس اونجا میتونین که بگوین که میخواین به جی اس ثبت نام بکنین. و دوست دیگه ما به عنوان سوال آخر فاطمه ابراهیمی گفتن کسانی که برای پری یونیورسیتی خود را در دانشگاه آمریکایی افغانستان خوانده باشد برای لیسانس میتواند اپلای کند؟ البته پری یونیورسیتی خوب گفتم بر از نام مهم نیست شما در کجا خواندین نخواندین، مهمی است که زمان که در اینجا میایین اگر انگلیسی و ریاضیتون خوب باشه میتونین در لیول‌های بالای
پری اندرگریجویت قبول شوین که البته از لیول 5 به بالا قبول شده نمیتونین. باز لیول 5 لیول 6 رو باید حتما بخونین، ولی اونو لیول پایینش رو میتونین مثلا اسکیپ کنین. آها، تشکر. فکر کنم که سوالات تمام شد، همچنان بخش چت باکس. خب تشکر. یک سوال دیگه گفتن، فرشته هم در تازه اینو فرستادن، گفتن شما گفتین که برای کسانی که در خوابگاه اونجا زندگی میکنن برایشان سهولت غذا و غیره تامین میشه. آیا قبولی بورسش حتما 100% است یا پارشال هم است؟ خب بر افغانا کلن 100%ه. بر افغانا یعنی هر افغان باشه برش کل مصارف ویزا و سفر و دیگه رزیدنشل لایف و نمیخوام چی میگه لیلیه و غذا و هلت پروبلمز این چیزا کلن برش داده میشه و همچنان $40 جیب خرچی. آها، پس فول فاندید است دیگه. بله فول فاندید. اوکی. خب فکر کنم سوالات آنو با سوال کردن. ما دوباره ثبت نام کردیم به جی اس. به نظرتون مشکل در کجاست؟ خب اینمی را گفتم که بس چون اپلیکیشن ها خیلی زیاد هسته با خاطر بعض اوقات یک قسم چی میشه گدودی میشه، بعض اوقات یکان تا از جای میمونه از لیست، بعض اوقات بر یک نفر دو دقیقه ایمیل انترویو میره تو که خوبش میاره چون تعداد زیاده با خاطر. دیگه سوال خلاصه دوستا. اگر شما دیگه سوال داشتین باز میشه که بعداً باز با ما شریک بسازین، ما کوشش میکنیم که جوابش پیدا کنیم و بر شما بدیم. خب تشکر از کسانی که اشتراک کردن. فکر کنم 115 دقیقه فیکس طول شده جلسه ما و یک تشکری خاص از بانو سارا احمدی که وقتشان رو بر ما گذاشتن و مدت 115 دقیقه صحبت کردن و معلومات دادن برای دوستانی که اینجا اشتراک کردن، مخصوصا دخترها. امیدوار هستم که جلسه بر شما مفید واقع شده باشه و مو سوالاتی که داشتین راجع به Asian University for Women گرفته باشین و کدام سوال دیگه بر شما باقی نمانده باشه. خب در آخر اگر کدام گفتنی گپی باشه بانو احمدی میشه که شما بگین. تشکر بسیار زیاد از خود آقای اخلاقی بابت برگزار کردن این دو جلسه معلوماتی. واقعا خیلی خیلی خوشحال میشم که در خدمت افغانای خود باشم، یعنی تا حدی که بتونیم نمیفهمم دختر بودن سخته و هم در افغانستان بودن و دختر بودن سختره. پس به خاطر به امید از اینکه یک روز بتونیم کل که ما در جاهای بهتره، حالا نمیگم وطن بده ولی که ما یعنی لیاقت ما بیشتر از ایسته که کل عمر ما در جنگ و در ناامیدی چیزا بگذره. با امید از که یک روز کل ما بتونیم در جای بهتر برسیم، در جاهای خوب برسیم، جاهای کارزویش داریم و با امید از که کلتان اینجا ببینیم و از اینجا بخیر هر جای دیگه که آرزو داریم که اونجا بخیر ببینیم. خب اینجا ما متوجه شدیم که در چت باکس یک دوست ما گفتن که I wish to meet you in Bangladesh سارا جان. انا گفتن وقت. خب انشالله بخیر انشالله. خب دوستا یک بار دیگه هم قابل ذکر است که معلوماتی که از خانم یعنی در رابطه با خانم احمدی است و رابطه با دانشگاه و دیگه مسائل اونا در کمیونیتی واتساپ ما گذاشته میشه. با بار آخر از همکار عزیز ما منصور جان قیاسی تقاضا مندیم که لینک صفحات شما رو بذارن تا دوستا از دست ندن. خب تشکر بازم سارا جان، بسیار خوش آمدید. تشکر. خوش. خوش. خب دوستا